ابوذر میگه رسول خدا به من فرمود الا ادلک علی خصلتین و ما اخف علی الزهر و اثقل فی المیزان من غیرهما. میخوای راهنمایی کنم تو رو بر دو خصلت که خیلی سبکه اما رو میزان عمل سنگینه، کار بدون زحمت ولی اجرش زیاد. و اون دو خصلت اینه، یکیش اینه که علیک به حسن الخلق و طول سمت، بر تو باید به این که خوش اخلاق باشی، و سمت یعنی سکوت هم زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره آقا، غیبت، دروغ، اما لبو ببندی راحتی. به حدیث داره شیعیان ما لالن، مثلا حرف بعضی دیدی کم حرفن، تو ازشون چیزی نپرسی جواب نمیده، اینا خوبن. روایت داره که اگر کسی کم حرفه نزدیکش برین از او حکمت بیاموزی.